خب باشه، بسم الله بفرمایید. در مورد کی استاد احمد الحزمی اما را گوش کردنش جایز است و یک کتاب دارد به رساله تکفیر معین خواندنش اجازه میتین استاد؟ ببینید هر یک منهج ما در بالای علما چی است؟ در بالای علمای اهل سنت ما در نظر داریم، علمای اشعری، ماتریدی و اهل کلام نه، علمایی که منهجشون اهل سنت و الجماعت است، از اهل سنت و الجماعت هستند لیکن خطاگی دارند. منهج ما چگونه است؟ ما میگیم که هر یک انسان کل قول یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر، هر یک سخن قبول کرده و انکار کرده شد بجز صاحب همین قبر، بجز پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای همین علمایی که اصلشون اهل سنت و الجماعت است ما میگیم که همیشه میگیم که از این علما استفاده برید و البته جایهایی که خطاگی کرده اند بدون تعصب خطاگی رو خطاگی گوید. احمد ابن عمر الحازمی یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت است. علماهای هستند که احمد ابن عمر الحازمی را علامه میگویند. احمد ابن عمر الحازمی یکی از علمای بزرگ عقیدوی و لغوی خیلی عالم بزرگ است. از درسهایشون از کتابهایشون معلوم است. اما ملائکه نیستند، پیامبر نیستند، اولیایی که اصلا بی خطا باشند و معصوم باشند نیستند، واجب الاتباع هم نیستند. خطاگی جایی که مخالفت منهج اهل سنت خطاگی کرده باشند مقبول نیست، قبول نیست، و دیگر جایی که حق است قبول است. این است منهج ما درباره همه علمایی که از اهل سنت و الجماعت هستند و خطاگی کردند. بارک الله فیکم. الحمدلله منهج شیخ معلوم است، یگون کفر اکبر شرک اکبر نیست. الحمدلله یگون طاغوت پرستی نیست، اگرچه بعضی میگن که این و اون، لیکن سخنی حق آخری که ازشون رسیده است معلوم است و غیر و غیره. لیکن در مسئله تکفیر بعضی انسان ها شیخ از نام شیخ سخنهای نفهمیده جاهلانه سخن میکنند. برای همین ما در بالای شیخ احمد ابن عمر الحازمی دو نمود جماعت انسان ها را میبینیم. در بالای شیخ، در حق شیخ، یا کسانی که مسلمان ها که احمد ابن عمر الحازمی را حفظه الله را شناختند دو گروه هستند. یک گروه یا سه گروه هستند. سه گروه انسان ها نسبت به احمد ابن عمر الحازمی هستند. یک گروه انسان ها احمد ابن عمر الحازمی را شاگردی کردند، گوش کردند، کتابش را خواندند و در حق شیخ همچنین چیزهایی که خود شیخ نگفته نسبت دادند، به مانند تکفیر. مثلا تکفیر عاذر المشرک بدون یگان قید، بدون یگان شرط از نام احمد ابن عمر الحازمی منتشر کردن. این غلط است. احمد ابن عمر الحازمی تکفیر عاذری را شرط میگذارد. شرطش وجود دارد، دو سه شرطی که هست به زبانش گفتگی است، در یوتیوب هم وجود دارد در درس‌های شیخ. اما کسانی که از نام شیخ منتشر کردن گفتند که نه، عاذری اصلا همه حالت بدون شرط قید تکفیر میشن. آدم سوم رو هم همچنین کردن. یک بعضی ها از نام شیخ تکفیر بالتسلسل رو نقل کردن که این همش باطل است و تهمت در حق شیخ است. بله، مذهب شیخ در مسئله تکفیر عاذر المشرک سخت‌تر از مذهب بعضی از علمای اهل سنت است. اما علمای اهل سنت این مذهب رو مذهب خوارج نگفتند، یگون مذهب باطل گمراهی هم نگفتند، گفتند مذهب اهل سنت است. این مذهب هم بعضی از علمای اهل سنت این سخن رو گفتند اما خطا است، کمی زیاده روی است، کمی خطا است. اما کسانی که از نام احمد ابن عمر الحازمی سخنی رو میگویند که احمد ابن عمر الحازمی نگفته است به مانند تکفیر مطلقی عاذری که بدون شرط، حالا که گفتیم شیخ شرط میگه، بعد از این اگر تو موافقت نکنی تو رو حکم میگذارد، یعنی به جانب غلو کرده ها. یعنی غلو کرده ها را ببینید
اهل غلو، اهل تکفیر که خودشون یگون عالم ندارند، یگون شیخی از اهل سنت ندارند، نام احمد ابن عمر الحازمی را سیاه کرده از نام ایشان خودشون میبافند و میسازند. برای همین بعضی از برادران اهل سنت فکر میکنند که در حقیقت احمد ابن عمر الحازمی یگون مشکل دارد. نه، مشکل ندارد، بله خطاگی در این مسئله کمی زیاده روی خیلی که بعضی از علما گفتند و بعضی از علمایی که به مانند احمد عمر الحازمی است گفتند در این مسئله خود احمد ابن عمر الحازمی تنها نیست، بلکه یک چند علمای دیگر است همراه شیخ. چرا دیگر علما رو نیرو فقط بیایم احمد ابن عمر الحازمی رو در این مسئله یگان سخن کنیم؟ نه. بعد از این قسم دوم انسان ها هستند که به همین سخن های بافته شده، ساخته شده در حق شیخ حفظه الله باور کردند، شب و روز شیخ را دشنام میدهند، خوارج میگویند، غلو میگویند، حزمیتی گفتگی لقب ها را میبرارند، گویا که مذهب حازمی و حزمیتی و خوارجی و غلو کرده و یعنی اینها هم خودشون موحد میگویند، خودشون از اهل سنت میگویند. لیکن اینقدر بدبینی شیخ احمد ابن عمر الحازمی شدند حفظه الله به خاطر چی؟ به خاطر نفهمیدن. از سبب چی؟ از سبب جهالت، از سبب همین تهمت هایی که مردم کرد. اینها شیخ کتابش هم نخوندند، درسش هم گوش نکردند، نه آموختند، تحقیق نکردند، فقط به شنیده ها باور کردند. از نام غلو کرده ها شنیدند، فکر کردند که در حقیقت شیخ هم همین خیل است. از نام بعضی از تکفیری های غلو کرده ها شنیدند که عمر الحازمی تکفیر بالعموم میکند، اینها باور کردند. نه والله، احمد ابن عمر الحازمی در باب تکفیر بالعموم و غیره و غیره خوارج ها را انکار میکرد. مذهبش اهل سنت و الجماعت است. بله گفتیم جایهای هست که کمی سخت گیری کردن، نه از این زیاد. یگون منهج نوی، یگون ساخته بافتن علمی به حجت به دلیل شرط و شروط دارد. بله همه لغزیدنش کمی در جزئیات کمی مشکلی دارد، همه کم در هر جا کمی خطا کردنش ممکن است، زیرا که ما بنده هستیم و این دلالت به بنده بودن علما و کمبودی داشتن این انسان ها میکرد. مهما کن کسی نباشد عالم یک خطاگی یا دو خطاگی دارد، اما اصل اهل سنت و الجماعت است. در باب کفر، در باب شرک، در باب توحید، در باب اصول دین اهل سنت و الجماعت است. باقی مانده جزئیات، بعضی خطاگی ها، بعضی از شروط زیاد و کم. قسم سوم انسان ها نسبت شیخ حفظه الله طالب علمان اهل سنت و اهل توحیدی که انصاف دارند، عادل دارند و ناسنجیده و تحقیق نکرده در حق هیچ کسی زبان درازی نمیکنند و از الله میترسند که در حق یک عالم بزرگ اهل سنتی که در توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات، حاکمیت، متابعت، در لا اله الا الله محمد رسول الله، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء، اصل اهل سنت و الجماعت در اصل قرآن و سنت و منهج سلف باشد، بیایند در حق این زبان درازی کنند. بدون تحقیق صحبت کردن در این موضوع میترسند و همیشه پیش از صحبت به تحقیق صحبت میکنند، با انصاف و با عدل در حق شیخ هستند. میگویند شیخ یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت هستند، علامه هستند. هر جایی که خطا کردند ما در حق شیخ یگان غلو نکرده، آدم پرست نکرده، خطاگیشون رو خطاگی میگیم، اما در باقی مسئله حق است، حفظه الله میگیم و در حق دعا میگیم. اما قسمی که گفتیم بعضی ها حتی شیخ احمد ابن عمر الحازمی رو تکفیر میکند به خاطر اینکه در درس شرح کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسی در یکی از حلقه ها گویا حکومت سعودی را دعا کرده باشند و این آن بله وجود دارد، ما دیدیم، لیکن سخن آخری شیخ را نفهمیدن. این برادرها سخن دیگری شیخ را نفهمیدن. شیخ از این عقیده گشته منهجش اهل سنت و الجماعت است و برای همین تکفیر کننده ها هم خطا میکنند، سخت غلو کرده. غیر از عمر الحازمی دیگه همه گمراه و کافر گفته ها هم خطا میکنند. خوارج هایی که از نام شیخ دروغ گپ میزنند اینها هم دروغ خطا میکنند. کسایی که نشناخته بد میگن اینها هم خطا میکنند. حق
عدل است و انصاف است. بارک الله فیک. استفاده باید برد علامه در باب حفیظ توحید. الله استاد. و جزاک ایاک الله و خیر. بارک. السلام ایاک. علیکم. ولیکن با همین برادر عزیزم مسئله سوال جواب به پایان میرسونیم. ان شاء الله درس شروع کنیم.